سلام بر همگی عشقا عزیزا. آقا امروز اومدم آموزش یه دونه پله بدم که میریش خودش بیاد بالا. دیگه لازم نباشه اینجا به گوشه خونت بزن اینجا بری بالا. این هم میتونی بکشی بالا تا جایی بشه دیگه، تا جایی ماینکرافت بذاره دیگه میتونی بکشی بالا دیگه، فرق واسش نداره. هرچی این وسیله اینجا هست برای ساختشه. حالا هر کام خواهم بکنی اسکرین شات هرچی. و الان دیگه اینجوری میذاریم. مال من همه انقدر میخوام بکشم، ولی میتونی شما بکشی اینجوری پشتش به این شکل ردستون میذاریم. اینجا 4 تا فاصله میده، 1 2 3 4 پنجمی رو میذاریم. حالا این برای هم به همون شکل ردستون میکشیم. اگه رو هوا رفت اینجی پشتش میتونید این بلاک بذارید و کار میکنه. حالا شما میتونید اینجا بالاشو بلاک بذارید یا از این چراغا. من از این چراغا میذارم چون وقتی شب رد میشم نور میده برمیده. بعد پلار میذاریم با اجازه. بعد پلار میذاریم. بعد از اینا میذاریم. اسمش نمیدادم نیست کفایته. بعد اینجوری با تار عنکبوت وصلش میکنم. به همین شکل الان تمام شد. همین به همین راحتی. یک لحظه صبر. آقا نگاه کنید به این شکل. وقتی میریم هم میشه اومد پایین. وقتی میریم پایین اینجی میاد. وقتی میریم بالا میگه. حال زیرش خالی باشه بهتره چون من پره یکم باید و لحظه مجدد ببخشید. آقا کلش همینه دیگه. اگه خوشتون اومد فالو کن، خوشت نیومد حداقل لایک کن. زحمت ما داریم میکشیم. یه شبش هم ببینیم چون چراغ گذاشتم برای به این شکل میشه. وقتی میری چراغ میشه قشنگ شد. اگه خوشت اومد فالو کن، خوشت نیومد حداقل لایک کن.